سبحان الله. و این نشانه بدانیم، یقین بدانید این نشانه ضعیفی ایمان است که شما به همین حیات دنیا، به همین دو سه لطه و نمیدونم دو سه متاعهای دنیا اینقدر وقت صرف کنید، اما برای عبادتتان، برای پیشروی دین خودتان، برای فرزندانتان، برای آیندهتان هیچ تصور یا هیچ نقش نداشته باشید. یعنی خیلی چیزی عجیب است. در داخل روسیه هم عیناً همین، در اروپا هم عیناً همین، در تاجیکستان هم همین، در ترکیه هم همین، حتی در مصر و در سعودی هم همین. زنهای الله حفظشان کنه سین سالشان از 50-60 گذشته است، با آنها میگوی خواهر عزیزم، خاله جان شما قرآن را با تجوید شروع کنید. میگه ای کلمه نمیگیره دختر جان، از تجوید نگو، به من حرف عربی گپ نزن. یکی برایش میگه یک ماده، یک نام، یک پرده رو میگیری، اونها در همان لحظه حفظ کرده میتوانند و حتی در همان لحظه میتوانند به خانهشون سفارش دهند که این دد رو به کجا میبرید، یا بگیم این بی ایمانی رو به کجا میبریم که اینقدر مایان به داخل خانه خود افتیدیم، فراموش کردیم که در 1.5 متر جا به نزدیکی ما رو جا میکنند. اون هم نصیب ما باشد، اون هم با یک پرچه سفیدی که به ما میپیچونند. فکر و ذکر ما در آن روز نیست که وقت تک و تنها داخل یک قبر میشویم. فکر ما درباره همین اطراف خانهمون هست. گفته استادم زنهایی هستند که هنوز فکر اونها از در بیرون را هیچ چی را تصور کرده نمیتواند، هیچ چیز رو، فقط میتوانند داخل خانه خود را دیگر کنند. و مردها هم به این شریک هستند. پیشتر که مردها از این چیز نفرت داشتن، امروز مردهای هم کم نیستند که فقط از پای دیگر کردن داخل خانه. برای آینده چی کردی؟ برای بیرون از خانه چی کردی؟ برای پیشروی اینقدر لاف. یا من چیزی که الان خواهران عزیز گفته استادم، برای خیلی گفتم خودی همون اهل اسلام، اونایی که اهل دین هستیم، برای دین چی کردی که اینقدر این رو دیگر کنم، این رو ازنب کنم، این رو بازسازی کنم؟ گویان عمرمان رفته ایستاده است. انسان های هم هستند که در طول 70 سالی عمر خود به جز تغییر خانه خود حتی نظر به قلب خود نکردن، هیچ قلب خود رو تغییر ندادن، فقط تغییر دادن خانه خود، تغییر داده خانه خود. سپس رفتن و مایان میگیم الله رحمتش کند، نمیدونم اونها چی میگفته باشند در نزد پروردگار. در 70 سالی عمرت چی کار کردی؟ فقط خانه‌ام رو دیگر کردم، 5 وقت نمازم رو خواندم، اون هم فکر ذکرم فقط درون خانه‌ام بود که پروردگار از آن روز نگه دارد که این مبتلا است، این یک مصیبت است خواهران عزیز. این چیزی عادی نیست که ما فکرمون فقط درون خانه و تغییر دادن اطراف خانه‌مون باشه.